آها این همون پاپیمون است مگر؟ بله کنی رفته او را گرفته آرد من رفته اوستای خدنگر را بیارم دمید یگون چقدری هست که این سه بدبخت همونجا نباشند. آی برادر نگوید آدم مسلمان از خدمت میگریزد مگر ها؟ ایستا آی برادر ایستا. این همون پاپیمون نیست مگر؟ خودی خودش کمالی سیا بکا پاپا بریم خدنش کنیم بکا کمالی سیا بکا باش خوردگیتون زهری بدن تو باشه اونال میبریم را بکر نه کپیدیش آخی این مردک پاپ گریخته است. اینا پسی پاپ برای چی میدوند؟ پاپ؟ چی گپ باشد؟ بدوه مردک آبا چه بایدی بسی چی کنم نبکر در نبیم آخی زو بکا باش کنم بکا باش بکا حالا مو بلا گریخته یا الله چرا تو میگریزی شرافیدین برادرم؟ بین برای تو شده یک اوستای خدنگر آوردم دستش بسیار سبک است تو نترس درد نمیکند. ایستا خیر برادر با کجا میروی ها؟ پامگیتی چی گپ است اینجا؟ شما از جناب پاپ چی میخواهید؟ کمیسر ما شرافیدین را خدنه کردنی هستیم. شرافیدین گفتی؟ شرافیدین کی است؟ سردارم شرافیدین با فکر مامو پاپ است. گوش کن مگر نام پاپ شرافیدین میشود؟ ممکن یگان رگش تاجیک باشه. خاموش باش لوین شما از پاپ چی میخواهید؟ گفتم که کمیسر او را ما سنتی میکنیم سنتی. کنعان تو دیوانه هستی ها؟ یگان پاپ را ختنه میکنن مگر؟ آخر پاپ مسلمان شد. مسلمان شد؟ بله کمیسرم تنها ختنهش نمیرسه. اگر اجازه دهی آن را بجا آریم همش پره میشود. استای خدنگر به جناب پاپ را گرفته میرویم. یک لحظه مادامی که مسلمان شد چرا لباس پاپ را میپوشد؟ اکه اونالی نه مسلمان شده و عادت کردگی نیست ولی اگر خدنش کنیم ممکن با مسلمان شد و عادت کنه. پس خاموش باشید آخر اون نمیخواد که ختنه کرده شود. مگر به ختنه مسلمان میشود کمیسر؟ چی خیل مسلمان آخر او پاپ است. کمیسر هجری وسیله شد کلمه شهادت آورد همه ما شاهد هستیم. همین خیل نه رفیقان؟ شاهدم من. بله مسلمان شد شاهد ما. سردارم اگر این مسلمان شده باشه دیگه اگان علاج نداره اگان راه نداره بریدن در کو برین در خونه دا برین چی کنین مسئله شبینین ختنش کنین. چی خیل ختنه کنی حالا ایستید؟ وای از پاپ میپرسم جناب پاپ تو در حقیقت مسلمان شدی برادرم؟ اگر گویم که شدم کنعان مرا ختنه میکند. از همه بد شوکت بودنم رو میفهمد انیق مرا میکشد. اگر گویم که مسلمان نشدم قیامت میشود. یا خدایا تو مرا ببخش. دیده داخل نشده هم میگوید. جناب پاپ تو چی خیل آدم منافق بوده یا؟ از پشت تو شدم من جستجوی شوکت را رها کردم. یعنی تو مسلمان شوی و از ثوابش یک قسمش نصیب ما شود. گفتم مادامی که نمیخواستی چرا نگفتی که اینقدر سرگردان کردی ما را؟ از اینجا رو گم شو. تمام جناب پاپ میتوانه روی. дай Бог вам здоровья. Большое спасибо. استای خدنگر تو هم رو دیگر. جناب پاپ تو را در آسمان ها می جستم که در زمین یافتم. Ару, Амакджон, در шляпаться от команд мусульманам. Тебе показал баруда. مانیدین گپ ها را جناب پاپ خودش چی گپ است؟ من باید تعجیلاً گناهایم را تازه کنم. اگر دانی که دیروز چی کارها کردن چی کارها. این مرک یک آدمی کلان پا در لوی گور رسیده سوزرم گناه میکنی. برای در یگان شرشره خط باش و گناهت پاک میشه. بیاید رفته گناهایم را تازه کنیم. بخشی شوکا من به چند لحظه شما فهموندم من مسلمان چوام من اصلا میتیز روم. جناب پاپ گپ رو دراز نمیکنم کوتاه نخ میکنم. بیاید رفته گناههای من رو تازه کنید. اما کی شما حاضر برای از 4 روز دیگه گناه کنین میلش بعد بیا میریم یگان جو میشیم همه گناه تا پاک میکنیم.
رفتم بیا به کلیسا رفته گناه های مرا تازه کنیم بیاید به کلیسا رویم التماس میکنم بیاید رفتیم همون نت دست بگی ای برات قدم قربون برای قطعی همون یک کلیپ کن گناهات همش میریزه آخرین وظیفه تو نیست برادر نیست تو چی کار میکنی با اهل دین چرا دست میبرداری کشاله بدهی از کلان سالان همین خیل پند گرفته ای بس هیچ کس دست نبرداشته است من به این جناب پاپ میگویم که گناه های مرا تازه کنیم اما گناه های مرا تازه نمیکند این وظیفه اون نیست مگر جناب پاپ درست گفته است گفته بیا گناهی مرا تازه کن آنها خود به خود تازه نمیشوند موسفید اگر تو گناه کرده باشی رو به درگاه خدا کرده دست گشاده دعا میکنی توبه میکنی انا آن وقت خداوند تو را شاید ببخشد گناهان چنین پاک نمیشوند تو دیوانه هستی چی توبه نمیکنم من گناه تازه کردن میخواهم آخر گناه تازه کردن نمیشود رفتیم تو باید توبه کنی برادرم رفتیم توبه کنی آخر نگذاشتید که یک گناهم رو تازه کنم نگذاشتید پاک شوم لا حول ولا یا خدایا گناه های این بدبخت ببخش جناب پاپ جناب پاپ خدا تو را به نزد من فرستاده است استغفر الله استغفر الله جناب پاپ من یک خزینه داشتم یک دوستی ابله خزینه مرا دزدید خزینه ترا دزدی؟ بله خزینه ام را دزدید شما خوب فهمیدید حاضر من را عاجلا یک خزینه یافتن لازم شما از اهل قدیمه استانبول که هستید یعنی خزینه ها در کجا هستند خوب میدانید میگویم و من گویید که خزینه بیزنس در کجا هست رفت آن را یابم من باید زود یک خزینه یابم پسرم تو بیمار هستی تو کلت کار میکند در این زمان خزینه بیزنس در کجاست جناب پاپ اگر آن خزینه را یابم حتما حقی تو را میدهم توبه پسرم من تو را نادرست فهمیدم نسبتی تو خطا فکر کردم مرا ببخش تو بسیار آدمی پاک دل بوده ای من به تو یک سراغه خزینه بیزنس را میدهم آماده هستی؟ آمادم جناب پاپ آمادم ناحیه شوراباد دیده ای؟ دیدم دیدم خانه قدم قربان دیدگی هستی؟ آن جای را هم دیدم باور که خزینه را تو میوری انشاءالله آمین آمین در پشت خانه قدم قربان یک قبرستان موجود است در را میره درون همون میدروی قبری رقم 120 انا نمیدونم قشلاقای همون زنجیریه قشلاقای شوراباده انا مجده هسته خزینه فهمیدم جناب پاپ حاضر قبرستان قشلاق زنجیری رقم قبر فراموش کردی ای بچه قبری رقم 120 بکن خزینه در زیر موای از هیجان جناب پاپ در کلت خوش رو جا کن فهمیدی یک قبری نیم کنده رقمی 120 فهما قبری رقم 120 قبری نیم کنده خداوند تو را هدایت کند انشاءالله همیشه برای هدایت یافتنت دعا میکنم آمین آمین خداوند تو را هدایت کند انشاءالله سپاسیبه مایسین ای شوکت بلو بزنه پاپ شیده کو خدایا توبه من مسلمانم توبه استغفر الله